همونطور که از روی تایتل و تامنیل ویدیوی امروز خوندید، قراره توی این ویدیو بهتون آموزش بدم که چطوری کیف پولی که به اشتباهی به ربات همستر متصل کردی رو اتصالش رو قطع کنی و کیف پولی که داری و یا کیف پول جدیدی که ساختی رو چطوری به ربات همستر متصل کنی. و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوی امروز، ازتون این خواهش رو دارم که با لایک و کامنتاتون از ویدیوی من حمایت کنید و اگه تازه با من آشنا شدی کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. شما برای قطع اتصال اون کیف پولی که به اشتباهی به ربات همستر متصل کردید باید بیاین ابتدا وارد گزینه ایدراپ این پایین بشین که با ضربه زدن روی گزینه ایدراپ شما میتونید با کلیک کردن روی این گزینه اون کیف پولی که به ربات همسترتون متصل کردین رو ببینید. و حالا ما چطوری اون کیف پولی که به اشتباهی به ربات همسترمون متصل کردیم رو قطع اتصال کنیم. اگه شما توی این صفحه دقت کرده باشین میتونید ببینید که یک گزینه جدید توی این بخش اضافه شده که ضرب دره و اگه شما روی این ضرب در بزنین اینجا ازتون میپرسه که آیا این کیف پولی که به ربات همستر متصل کردین رو میخواین اتصالش رو قطع کنین یا نه. و برای قطع اتصال اون کیف پول شما باید بیان روی گزینه یس اینجا ضربه بزنین تا اون کیف پول اتصالش از ربات تلگرامی همستر قطع بشه. و اینجا هم همونطور که میبینید ما به راحتی اون کیف پولی که به اشتباه به ربات تلگرامی همسترمون متصل کردیم رو قطع اتصال کردیم. و حالا ما میتونیم با زدن روی گزینه کانکت ولت اینجا اون کیف پول جدیدی که داریم رو به ربات تلگرامی همسترمون متصل کنیم. که حالا اگه من روی این گزینه ضربه بزنم و مجدد روی گزینه کانکت ولت این پایین کلیک کنم، اینجا برای من کیف پولایی که برای متصل کردن به ربات همستر پشتیبانی میکنن رو برام بالا میاره که ما میتونیم با کلیک کردن روی هر کدوم از این کیف پول ها آدرس تون کوینی که داریم رو به ربات تلگرامی همسترمون متصل کنیم. که رفقا من کیف پولی که برای متصل کردن به ربات تلگرامی همستر پیشنهاد میکنم کیف پول تون کیپره، چون کیف پول تون کیپر هم کیف پول خیلی پیشرفته‌ایه هم دارای امنیت خیلی بالاییه و کار کردن باهاش هم خیلی راحته. که اگه احیانا کیف پول تون کیپر رو نداری و نمیدونی که چطوری کیف پول تون کیپر رو بسازی، میتونی رفیق با کلیک کردن روی متنی که بالا این ویدیو داره به نمایش داده میشه، ویدیویی که من در رابطه با نحوه 0 تا 100 ساخت کیف پول تون کیپر آموزش دادم رو ببینید. و یا اگه نمیدونی روی کدوم متن باید توی این ویدیو کلیک کنی تا اون ویدیو رو تماشا کنی، میتونی وارد چنلم بشی و این ویدیویی که بهت نشون میدم رو ببینی. حالا من میام برای اتصال روی کیف پول تون کیپر میزنم. خب اینجا رفقا همونطور که میبینین برای ما از سمت ربات همستر یک پیام اتصال به کیف پول اومده که اینجا احیانا اگه شما هم مثل من چند تا اکانت همستر دارین و میخواین این اکانت همستر که به اشتباهی به یک آدرس دیگه وصل کردید رو به اون آدرسی که مد نظرتونه داخل تون کیپر وصل کنین، میتونین با زدن روی این گزینه اون کیف پولی که از قبل ساختین رو انتخاب کنین و اون اکانت ربات همسترتون رو به اون آدرسی که مد نظرتونه متصل کنین. که اگه رفیق احیانا بازم نمیدونی چطوری چند تا اکانت همستری که داری رو به کیف پول تون کیپر متصل کنی، من در رابطه با این مشکلم یک ویدیو ساختم که میتونی با دیدن اون ویدیو به راحتی اکانت همستری که داری رو به کیف پول تون کیپر متصل کنی. که برای دیدن اون ویدیو هم میتونی با کلیک کردن روی متنی که بالای صفحه بهت نمایش داده میشه ضربه بزنی و اون ویدیو رو ببینی و یا وارد چنلم بشی و این ویدیویی که دارم بهت نشون میدم رو تماشا کنی. خب همونطور که بهتون گفتم من اومدم آدرسی که مد نظر دارم رو با زدن روی این گزینه انتخاب کردم. حالا برای متصل کردن اون آدرس به این اکانت تلگرامی همسترم باید بیام روی گزینه کانکت ولت این پایین ضربه بزنم تا این آدرس کیف پولی که دارم به اکانت تلگرامی همسترم متصل بشه. و حالا اگه من وارد اون اکانت تلگرامی همسترم بشم، اینجا میتونید ببینید که آدرس کیف پول ما به ربات تلگرامی همستر متصل شده. قبل اینکه رفقا ویدیو آموزشی امروز رو تموم کنم بهتون یه نکته خیلی مهم رو میگم که حتما این نکته رو مد نظر داشته باشید و پشت گوش نندازینش، چون خیلیاتون دارین این اشتباه رو انجام میدید که بعدن این اشتباه میتونه منجر به یک ضرر بزرگ براتون بشه. که اون اشتباه هم اینه که خیلیاتون زمانی که میاین وارد کیف پول تون کیپر میشین و یک آدرس کیف پول رو ایجاد میکنین، اون بکاپی که بهتون میده رو یادداشتش نمیکنید. که حالا رفقا بکاپ چیه؟ ما زمانی که میایم داخل هر کیف پول یک آدرس رو ایجاد میکنیم، به ما بعد از ایجاد اون آدرس
اون کیف پول بیاد به ما 24 کلمه رو میده که به اون 24 کلمه میگن بکاپ، که اون 24 کلمه مختص اون آدرسیه که شما ایجاد کردین و اون رو ساختین. که اون بکاپ کاربردش اینه که شما زمانی که حالا به اشتباه میان کیف پولتون رو پاک میکنید یا گوشیتون گم میشه یا هزاران دلیل دیگه، شما میتونید با اون 24 کلمه اون کیف پولی که دارید رو بازیابی کنید. که متاسفانه توی کامنت ها خیلیاتون رو میبینم که اصلا به بکاپ کیف پول اهمیت نمیدید و به راحتی ازش میگذرید و بیشتر کامنت هایی که من دارم توی ویدیو هم میگیرم در رابطه با اینه که من کیف پولی که ساختم بکاپش رو یادداشت نکردم و الان اون کیف پول پاک شده و آیا من میتونم دیگه اون کیف پول رو برگردونم یا نه. و جواب سوالم اینه که رفقا، شما زمانی که بکاپ اون آدرسی که ساختید رو نداشته باشید دیگه برای همیشه اون کیف پول رو از دست میدید و اگه داخل اون کیف پول دارایی داشته باشید بهش هیچ دسترسی ندارید و دیگه قابل بازیابی نیستش. پس رفقا یادتون نره که شما زمانی که میاین یک آدرس کیف پول رو ایجاد میکنید حتما بکاپش رو یک جا یادداشت کنید. اگه داخل کیف پول تونکیپر شما احیانا اومدید یک آدرس کیف پول رو ایجاد کردید و خواستید بدونید بکاپ اون آدرس کیف پولتون چیه، میتونید با زدن روی این چرخ دنده این بالا و با ضربه زدن روی گزینه بکاپ اینجا اون 24 کلمه بازیابی کیف پولتون رو از این بخش دریافت کنین. خب این از آموزش امروزمون. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و مهمتر از همه امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه.